واقعا باب حیض بعض علما میگویند که بسیار از باب مهم در علم فقه است و حتی در عصر هفتم امام نووی رحمت الله علیه گفتند که وقد غلط فيها العلماء، در حقیقت در این باب بعض علما غلط کردند، خطا کردند. گفتند برای چی؟ برای مشکل و دقیق بودن این مسئله ها و برای گوناگون بودن طبیعت زن ها. بنابراین حتی امام احمد، یکی از امامان اهل سنت و الجماعت رحمت الله علیه گفتند که مکثت فیه 9 سنین حتی فهمته، 9 سال در علم حیض باقی ماندم. در بعض نسخه ها کتبت فیه 9 سنین، 9 سال حدیث های حیض را جمع آوری می کردن و در این مسئله علم می آموختم حتی فهمته، حتی این مسئله را فهمیدم. مسئله حیض برای آن مهم است که این مسئله متعلق به احکام طهارت هست و این چنین به متعلق به احکام نماز است. وقتی که زن حیض می‌بیند برای او نماز خواندن حرام است و کدام وقت او صاحب طهارت می شود و کدام وقت او بی طهارت حساب می شود. حیض علاقمندی به طهارت دارد، به نماز دارد و همین گونه به روزه و این چنین به حج و عمره. خیلی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اصنعی ما یصنعی الحاج غیر الا تطوفی فی البیت، هر کاری که حاجی میکند اجرا بکن، فقط اینکه در گرد خانه طواف نکن. گفتن خطاب به زنی حائضه بود. این چنین در کتاب اعتکاف علاقمندی به باب اعتکاف دارد که زنی حائض نمیتواند اعتکاف شیند و وارد مسجد شود. و این چنین در کتاب طلاق و در کتاب عده و در کتاب استبراء، یعنی پاک کردن رحیم زنها از آب. در این حالت ها ما به کتاب حیض احتیاج داریم و این علم واقعا نازک است و از قدیم الایام تا امروز بعض انسان ها، خیلی که بعض علما میگن گاه آدم های خوب و گاه آدم های بد و غالبا آدم های بد، بعضی از اهل علم که برایشان پسند نیست در آنها کمبودی میبینند، آنها را وقتی که تحقیر کردنی شدن علماء الحیض و النفاس میگن، علمای حیض و نفاس میگن. این عباره خطرناک است. حتی بعضی علما میگن یخشى علی صاحبه الکفر، به گوینده این سخن از کفر ترسیده میشد. بلکه تحقیر کننده با این صیغه واقعا صیغه کفر است، برای آنکه حیض و نفاس مسئله های شرعی هست. الله عز و جل از بالای 7 قبض آسمان وحی نازل کرده است و بعضی علما میگن زیاده از 100 حدیث عاید حیض از 150 طریق وارد شده است، ما بین صحیح و حسن و ما بین آن حدیث هایی که اسنادش ضعیف است ولی معنایش درست است. و بعض علما 1000 صحیفه جمع آوری کردند عاید مسئله حیض و نفاس و امام نووی در زمانشان 200 صحیفه نوشتند. خلاصه این باب از بابهای مشکل علم است و بعض اهل علم ذکر کردند که علما اصلا از روی امانت و از روی وظیفه داری در این باره صحبت میکنند و بعضی ها تنقید میکردن. یعنی گفتیم که سرچشمه این تنقید از رأس اهل اعتزال سردار معتزلی ها عمرو بن عبید، علما را مانند حسن بصری و بزرگان این ملت از تابعین و حتی امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک، اینها را میگفت که سخنهای اینها
از سروال زنها بیرون نمیبراید. عادتا اینها در همین موضوعها سخن میکنند میگفت. و بعضی علما از نگاه شرم و حیا نمیخواستند در این موضوعها صحبت کنند، ولی پرسیده میشوند و همیشه از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا زمان ما و تا روز قیامت مردم به این مسئله ها حاجت دارند. بنابراین بر ذمه اهل علم واجب است که این مسئله ها را به مردم بیان کنند. علل خصوص حتی مفسرها. و ببینید در سوره بقره الله تعالی درباره حیض سخن کرده است. در سوره طلاق آیه 4 درباره حیض، احکام حیض اخبار آمده است در قرآن کریم. مفسرها هم آیه حیض سخن میکنند، فقها، محدثین. و این باب از باب هست که یعنی دانستنش به زنها علل خصوص فرض است، برای آنکه نمیداند که کی شوهرش برایش حلال است. حتی شوهرها هم باید داند، برای آنکه نمیداند که کدام وقت همسرش برایش حلال است یا حرام است و کدام وقت برای زن نماز حرام است و کدام وقت نماز فرض می شود و کدام نمازها را باید خواند و کدام نمازها را باید نخواند و روزه و دیگر احکام متعلق به حیض زیاد است که تعلیم گرفتن این علمها برای آنهایی که به این حاجت دارند به این مسئله ها فرض است. بنابراین تحقیری اگر فرضاً گفتن اگر یگان اهل علم را تحقیر کردنی شوی، گفتن با همون صفتی که دارد تحقیر کن. یعنی اگر ترسو باشد، یعنی ترسانچنگ باشد، بگو یا عالم ترسانچنگ بگو، لیکن عالم حیض و نفاس نگو. گفتن چون که این مسئله شرعی هست و تنقید مسئله های شرعی کفر است. بعضی انسان ها بسیار خود را دیندار میگیرند، غمخوار دین مقدس اسلام و گویا حمایه‌گری این دین میگیرند، ولی در کفر واقع میشن، تحقیر مسئله های شرعی میکنن. و یکی از علما میگوید که من میدونم که یک عالم درباره حیض و نفاس 3 مجلد کتاب نوشته، لیکن در زندان نشست. و بعضی عالم های هستند که به اسلام خیانت کردند، به مسلمان ها خیانت کردند، باری هم آیه حیض و نفاس سخن نکردند. اونا هم عالم حیض و نفاس گفته میشن. ممکن نیست. مسئله های شرعی هست. زبان خود را نگه دارید. و هر یک انسان روز قیامت از بالای خود و از آنهایی که در زیر دستش است مانند همسر و فرزنداش روز قیامت پرسیده میشد. بنابراین انسان زبان خود را حفظ میکند.